به نام الله بخشنده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. تماشابینان عزیز، عدالت در زندگی اولیوی مسئولیت مرد و انصاف زن، چنین عنوان کردیم صحبت امروزی خود را. امروز هم در شبکه های اجتماعی بسیار نوشته ها درباره مشکلات اولیوی دیده می شود. بسیاری از زنها می نویسند شوهرم زنی دویم گرفت، دیگر به من اهمیت نمی دهد، یا به زنی دویمش خوب مناسبت میکند اما مرا و فرزندان را تحقیر میکند، و یا برعکس همین، زنی دیگر گرفته و با او رفتار خوب میکند اما با ما عموما رفتارش بد است. یعنی شکایت ها خیلی زیاد. مردها عدالت نمی کنند. اگر عمومی کرده گوییم چنین است. بعضی از این شکایت ها می تواند حق باشد، زیرا اگر مردی که دو همسر دارد عدالت را ترک کند، او در نزد الله جوابگر است. اسلام به مرد اجازت گرفتن زیاده از یک همسر را تنها به شرط عدالت داده است. الله تعالی می فرماید پس اگر ترسید که عدالت کرده نمی توانید، تنها یکی را، یعنی یک همسر را بگیرید. سوره نساء آیت 3. یعنی مرد باید در آن چیزهایی که عدالت در آنها امکان دارد، مثل نوبت، نفقه، جای و مناسبت ظاهری عدالت کند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی دو همسر داشته باشد و به یکی از آنها بیشتر میل کند، روز قیامت در حالی می آید که یک پهلویش کج است. به این معنا در سنن ابوداود و سنن ترمذی آمده است. این حدیث نشان می دهد که مسئله عدالت میان همسران مسئله بسیار بزرگ است، اما یک طرف دیگر نیز هست. ما باید بدانیم که در شبکه های اجتماعی به مانند اینستاگرام و یوتیوب و یا دیگر، ما بسیار وقت تنها یک طرفی واقعه را میشنویم. هر انسان درد خود را نقل میکند، اما تمام حقیقت را تنها الله تعالی میداند. الله تعالی میفرماید ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر شخص فاسق برای شما خبری آورد، آن را تحقیق کنید. سوره حجرات آیت 6. و باز میفرماید و دشمنی گروه شما را وادار نسازد که عدالت نکنید. عدالت کنید که آن به تقوا نزدیکتر است. سوره مائده آیت 8. پس پیش از حکم کردن باید از خود بپرسیم آیا من تمام حقیقت را میدانم؟ بعضا احساسات، رنجش، رشک یا نافهمی میتواند به طرز دیدن واقعیت تاثیر رساند. این معنا ندارد که هر شکایت زن نادرست است یا هر مشکل از رشک است، اما هر مرد و هر زن باید دل خود را نیز محاسبه کند، یعنی موازنت کند و از الله عدالت و انصاف بخواهد. الله تعالی می فرماید و از نشانه های او این است که برای شما از جنس خودتان همسرانی آفرید تا نزد آنها آرامش یابید و میان شما مهر و رحمت قرار داد. سوره روم آیت 21. مرد مالک زن نیست، اما مسئولی اویله است.
در اسلام مرد مالکی زن نیست و زن هم مالکی مرد نیست. هر دو بنده الله هستند و هر دو حقوق و وظیفه دارند. اما الله تعالی به مرد مسئولیت سرپرستی و نگاهبینی خانواده را داده است. الله تعالی می فرماید مردان سرپرستی زنانند به سبب آن که الله بعضی آنها را بر بعضی برتری داده است و به سبب آن که از مالهای خود خرج می کنند. سوره نساء آیت 34. این سرپرستی معنای ظلم کردن یا تحقیر کردن یا صاحب شدن به زن را ندارد. این معنای مسئولیت، حفاظت، تامینات و رهبری خانواده را دارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند همه شما چوپان هستید و همه شما نسبت به رعیت خود مسئول هستید. مرد سرپرستی اهل خانه‌اش است و نسبت به آنها مسئول می باشد. روایت صحیح بخاری و صحیح مسلم. پس مرد روز قیامت درباره همسر و فرزندش پرسیده می شود. آیا آنها را حفظ کرد؟ آیا آنها را به نیکی راهنمایی نمود؟ آیا مهمش با آنها عدالت کرد؟ از همین سبب مرد باید از الله بترسد و نسبت به اهل خانه‌اش بی‌پروا نباشد. و همچنین باز یک نصیحت دیگر به خواهران عزیز، وقتی که شما قرآن و سنت را دانستید به مسئله ها با چشم انصاف و عدالت نگاه کنید. زن شوهرش را دوست می دارد و طبیعی است که گرفتن زن دیگر می تواند برای او احساس سخت به وجود آورد. اما مسلمان باید کوشش کند که تنها با احساس حکم نکند. اگر مرد عدالت نکند وی در نزد الله تعالی جوابگر می شود، یعنی شوهر. اما زن نباید زندگی خود را تنها با غم، خشم و گمانی بد ویران کند. بهترش به فرزندان آرامی خانه و راه حل با حکمت نظر باید کرد. الله تعالی می فرماید و هر کسی بر الله توکل کند او برای وی کافی است، یعنی الله تعالی کافی است. سوره طلاق آیت 3. و باز در جای دیگر می فرماید هر آینه الله توکل کنندگان را دوست می دارد. سوره آل عمران آیت 159. پس به الله توکل کنید و از او تعالی یاری بخواهید. بعضی زنها یعنی با آن شوهرانی صبر می کنند که گناهانی بزرگ دارند، مثل مینوشی، زناکاری و یا کارهای حرام، و امید دارند که الله برایشان و برای صبرشان پاداش می دهد. پس اگر مرد از این گناه ها دور باشد، مسئولیت خود را اجرا کند و مشکل تنها مسئله ازدواج دیگر باشد، هر حالت را با عدالت و آرامی باید بررسی کرد و با عدالت و با انصاف نگاه باید کرد. اگر مرد حق زن را پایمال کند او نزد پروردگارش جواب می دهد و اگر زن با صبر، تقوا و دعا راهی درست را انتخاب کند، الله تعالی انشالله پاداش او را از دست نمی دهد. و در نهایت نه هر مرد ظالم است و نه هر شکایت تمام حقیقت را نشان می دهد. مرد باید عدالت کند زیرا او مسئول است. زن باید انصاف کند زیرا او نیز در نزد الله تعالی مسئول است. عائله سالم با ظلم، تحقیر و عیب جویی ساخته نمی شود.
оила бо тақво, адолат, меҳрубонӣ ва раҳмати Аллоҳ устувор мегардад. аз Аллоҳ таоло дуо мекунем: эй Аллоҳ, ба мардон тавфиқи адолат ва масъулият бидеҳ ва ба занони азизи мо сабр, ҳикмат ва чашми адолатро кушода кун. дилҳои моро аз зулм, рашк, ҳасад ва гумони бад пок гардон. хонадонҳои моро бо меҳру раҳмат ва баракат пур гардон. то вохӯриҳои оянда хонобод бошед.